داشتن نگفتیسن که برای چی شما را منع کردگن دخترتون در کدام مورگای فقط ریتوار دا گرفتن دا پول میتین مسئله سمالیات آوردن به پول یگون کس برای اونا میگیره اینا تشکیل میکنه پرابلم نیست کسی که دستگیرش کنه پول مول یگون چیز در کل فقط مسئله داکیومنتاسیون امی سود کش و کش کرده سای همین را یک کار کنه که مادر امو مایی تبیگره دختری بندر کرده که تاجیکستان برای از همت خویش همه سیونکه کرده سای اینا ما همیشه دا اینا سیونکه کرده سای و کدام خاطر که برادرها بینن که همین چیز حقیقت داره ما پروسه تا گای پیش خدم نه بروام بینن اپاجون کرد میونم زنگ بزنه یگان شیرمردی بناموس باشه برای همون را امو سود ببروره برای دخترش گرفتن تاجیکستان روی کردن تویجه را بیارم ما ایشان میکنیم برادر. سلامتی خوبان اپا نصرین خوبان کجا دایی اپا جان ما را شناختین سلامتی خوبان اما تین جان نه مرا زنگ زد نوزیم اکه نوزیم زنگ زد یک مادر دیگر زنگ زد گفت که وضعیت همه خیلی باره همه اول خدوان صبر جمیل بتا گفتن آوردن عادل همیجا من تو کردیم با پرابلم از زبط کردیسن حاجی پریتیزشان نگفتیسن که برای چی شما را منع کردگن دخترتون در کدام مورگای شما کدام مدل داین دخترتون مورگ زلینگراد داین شما کدام مدل داین شما سودی زلینگراد داین عدل داین سودی زلینگراد داین اپاجان ما در مسکو ما شما خیلی دروم جهاز یک دو کار بار دیگه در می ایرپورت رفتم نه مادر همین خیلی گفت مقصدش بعد سود شما را چی میگن یگان خلاصه شونه نبرودن یگان گپ گفتگی نیستن ولی ما یگان کس بگم فقط ما طریق ها تاجیکستان بردنش ایرپورت سمالیات به پلای فقط ریتوار دا گرفتن دا پول میتین مسئله سمالیات آوردن به پلای یگون کس برای اونا میگیره اینا تشکیل میکنه پرابلم نیست حاجی مسئله سودی آخه شما در سود بودنتون که چی تون میگن کی جوابتون میتن همیشه خطون فهمیده میتونن یا نه حاج ما مقصد اگر که بخواین حاج ما دورتر ما
сухами суҳбатора мемонум гап мезанам ки ҳамаи модар дар ҳамҷа мехелай бирен дар фалон суд дар фалон ҷой дастгириш кунед номерои телефонтон қати шояд ягон шербача наздик боша бубуроя вай куна дастгирӣ куна ма камера мара сиёнка кардеса ина ма ҳамиҷада ина сиёнка кардеса ба кадом хотир ки бародаро бинан ки ҳамин чиз ҳақиқат дорад ма просто так ай пеш хидм не биравам бинан апаҷон ماذا پول در کار نیست ماذا فرزان در کارای کی مقصد ما در سود در عدل چه ما دروغ گام میزنه برای سود کار کنی که فرزان بخچه 15 متر میگه پاتی داری یا گپو مینه انسان کی من مردم باور نمیکنن زنگش میزنه که بردار تو یا بولی مرا بی ادا چی ولو که فرزانی مای دور غلطی ده مقصد مادر جان یک چیز یاد نبرار که در روز پستی یگان کس در بر یگان کس نیستای ما خودم بلوگرم همه جا آمدگیم به نام خدا قسم ای آدمای ما باوری داشتم گفتم قنات پری ما میشه همش دروغ ای در پستی بغلط فرزند پدر دست نمیگیره یک دوستایی که داری میگوی فرد و یگان پرابلم میشه در بر ما دروغ ای همش مادر جان فقط تکیه به الله مهربان میکنی ما فقط همینجا چی گفتم میتونم که همین شیرمردا دا پیشنهاد میکنم شاید که یگان همین شیرمرد بخیزه بره برای که بسیاروش ای پشت کامera گپ میزنن ای فلان بهمدان میکنیم که یک کار برای من ای پیش حل کرده میتونم بینن من نمره تلفن تو خطی می نویسم میمونم حاج من نوار میکنم در یوتیوب میپرتم اجازت بدین مادر جان ما حاجی چی میکنم دویده میگیرم میپرتم همون یک نواری را که ماندگی بدن همین نمره تلفن همین دستم مونم توغره همین نمره را حاجی خطوند زنگ زدیسم حاجی اینا من میمونم مادر جان حتما تماس میبرم مایلش خب کدام سود زوینگار نه زلینگار رو ده ها زلینگراد زلینگراد شید شید مادر جان خب دوستان عزیز یک بار دیگه سلام علیکم به همه شما بعضی نفرات در کامنتر می نویسن که رحیم تو فلان بهمدان مایلش هزار رحمت همون مردایی که ای پشت کامera گپ میزدن میفتن خیلی خیل ما از همت خواهش میکنم همین مادر عزیز در طرف زلنگراد زنگ بزنه یگان شیرمردی باناموس باشه بره و همون را ای امو سود ببره برای دخترش گرفتن تاجیکستان روی کردن تویجه را بیارم ما ایشان میکنیم برادرو فقط یک شیرمردی پیدا میشه که در قنات همین مادر عزیز شوه التماس از همت خواهش میکنم کسی که در همون طرف های همین کارا کی بود کرده میتونه نمرای مادر در روی اکران خاص از برای الله برین همین مادر را دستگیر کنه نوارش دینا پارت افتاد دان یوتیوب دا همین روز برادرو ما را تاجیکستان یک مادر دیگه از همینجا زنگ زد همین سخن گفت التماس همه کسا شیرای الله یک دستگیری کنه بهتر میشه و نمرای مادر در روی اکران زنگ بزنید من انتظار مسکو آوردین شما خودم حل میکنم خدا نگهبانتون رفتیم برومادم ایوجا ها ای عادل برومادم با ای سود برومادم با عادل رفتی شما حاجی دا پیش عادل رفتی نه اینا همینجا عادل ها اینا سیم عادل تویا این اوه شید بالا همون گفتیم مادر جان حاج من برادران از همش خواهش میکنم التماس یک دستگیری کنن شما را با همون خاطر ما ایشون دادم که مادر در حقیقتا در درون همون عادل ای همونجا دای هم مادر از برای مادر از زور اومده که امروز به هر یک ما و شما مراجعت کرده که دستگیرش کنیم پول مول یگان چیز در کارش فقط مسئله داکیومنتاسیون همین سود کش و کش کرده سای همین را یک کار کنه که مادر امو مایی تبیگره دختری بندر کرده که تاجیکستان برای از همت خواهش ان شاء الله باور دارم که مادر تو خانه میونه دستگیر نمیکنه متاسفانه مادر ایران پناه به خدا موج حتما نورت میپرتم میبینن ان شاء الله مایلش خب مایل